توی این ویدیو میخواستم تجربه شخصیم از 3 تا مکملی که استفاده کردم و بگم بهتون. اولیش مکمل ON هایدرو 30 گرم پروتئین داره توی هر اسکوپش، کلن 40 تا اسکوپ میده و وزنشم 1.6 گرم و قیمتش 345 درهمه. بعدی پروتئین لیورپوله که 2.2 کیلوه، تو هر اسکوپشم 22 گرم پروتئین میده و به نظرم بهترین ویی که تا الان مصرف کردم اینه که قیمتش 144 درهمه، تو هر اسکوپش 24 گرم پروتئین داره و این وزنش تقریبا 1 کیلو یا 900 گرمه. خب این پروتئینش نسبت به همشون پروتئین بیشتری داره، ولی من خودم تجربه شخصی که داشتم و خیلی بهترم ازش نتیجه گرفتم این ONای معمولی بودش و همینطور مزهش هم خیلی بیشتر دوست داشتم. اینو که اصلا راضی نبودم، احساس میکردم هیچ تأثیری نداره و کلا ازش تعریفم خیلی میشه، ولی خب من اینو ترجیح میدم. قیمتش هم حالا نسبت به هایدرو خیلی مناسب تره.